به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. یک سلام گرم تقدیم شما بیننده های نازنین. امید که جور و صحتمند و سلامت باشین، ایام بکامتان باشد، خوش و آرام باشین در هر کجای دنیا که هستین. دوستای نهایت گرامی، چینل نو ساختم به نام فامیل بهنام. امید که شما حمایت کنین با لایک، سابسکرایب و با کامنت های قشنگتان ما را حمایت کنین. دوستای نهایت گرامی، حمایت شما باعث میشه که ما در آینده بهترین برنامه رو بخششم اجرا کنیم. دوستای نهایت گرامی، امروز است جمعه است، مقصد ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبانه. یک دانه شعر درباره امام زمان بخششم و خوانش میگیرم. امید که مورد پسند شما قرار بگیره و خواهان حمایت شما دوستای نازنین. و شعر میخوانم، باز شما نظرات قشنگتان را درباره‌اش بنویسید. بسم الله الرحمن الرحیم. ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش. نجف رفتی، کاظم رفتی، کربلا رفتی، یاد ما هم باش. مدینه رفتی به پابوسی، قبر پیغمبر مادر زهرا. به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی، یاد ما هم باش. زیارت نامه که میخوانی در مزار آن تربت خاموش. به دیدار قبر بیژن مجتبی رفتی، یاد ما هم باش. بغل کرده قبر مادر را، جای ما هم او را زیارت کن. به دیدار نینوا رفتی، نینوا رفتی، یاد ما هم باش. ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش. چون زدی بوسه قبر ابوالفضل با وفا را، یاد ما هم باش. بزن بوسه جای ما روی فرق عباس و اکبر و اصغر. سر قبر قاسم و قبر عمها رفتی، یاد ما هم باش. دعا کردی از برای فرج، التماس دعا، یاد ما هم باش. ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش، یاد ما هم باش. دوستای نهایت گرامی، امید که این شعری که درباره امام زمان خواندم مورد پسند شما قرار بگیره. بیننده عزیز، با حمایت های گرمتان ما را
همراهی کن. انشالله که در آینده بهترین برنامه رو بخششون داشته باشم. دیگه برنامه طولانی نشنه، بخششون خسته کن نشنه. شما رو به الله یکتا میسپارم. خدایا رو مددگارتان باشه.